شاکر آقا. من چه شاه داداش. چه اومد. این زنگ حرفوفن داریم. کار دستیاتانه بذار رو میز. حامد تبریزی چی حاضر کردی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بنده با کمک خداوند یگانه و دوستان دانشمند اهل قلمم توانستم دستگاه اکسیژنی با طعم دوسیب را اختراع کنم. ماشاءالله چطور ممکنه آخه؟ بله نوکرت ما. اینو فقط شما محبت کن بذار تو دهنت میک بزن. این که طعم دوسیب شلیل میده. میشه من یه تست کنم بچه با اجازه. عمرش کن بره. یه جفن داداش. خوب کام میده. داش مهدی برداشت این دستگاه تنفسی رو به کی داد یادی؟ بابا والا دیشب علی اومد گفت بابام نفسش بالا نمیاد دستگاه تنفسیتون رو گرز بده. فکر کنم تو شلل زده باشه. بابا این شخصه بابا. مهدی تبریزی تو چی آماده کردی؟ آقا اینو میبینی؟ این دکور کار دستی من اینجاست. در بیارم نشون بدم. حمید شربتی تو چی آماده کردی؟ آقا باید بیام اونجا بهت نشون بدم. داداش باید داده. تومیریش کن ها. آقا معلم آماده ای؟ در خدمتتم. جی دست نزن. این چیه؟ این چوب گردوه که من یه ساله دارم روش کار میکنم. با تمام قدرت بزنی به یکی هیچیش نمیشه. آماده ای بزنم؟ در خدمتتم بفرما. که خدا لعنتت کنه حمید شربتی. این که خیلی درد کرد. آقا معلم ببخشید من این دکمه‌شو نزده بودم.